سلام، احمد هندیاپور هستم. در این سری ویدیو می‌خواهیم اکسپرت هایی با اندیکاتور ایچیموکو بسازیم و آموزش‌ها از پایه هست و حتی کسایی که برنامه نویسی هم بلد نیستن میتونن اونا اجرا کنن و همینطور چندین استراتژی هم بررسی خواهیم کرد تا کسایی که با ایچیموکو کار نکردن از قابلیت‌های اون آگاه بشن. اندیکاتور ایچیموکو از 5 جزء تشکیل شده که روی چارت مشخصش کردیم و فرمولی که این اندیکاتور باش محاسبه شده به این صورت هست که تنکانسن های و لو قیمت 9 دلار حساب میکنه، یعنی 9 تا کندل رو بررسی میکنه و پایین ترین قیمت و بالاترین قیمت رو به دست میاره و میانگین اونا اینجا به نمایش میذاره و که جنسن هم به همین صورته، فقط به جای 9 دلار از 26 دلار استفاده میکنه. مثلا 26 تا کندل میشمارد و بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت را به دست میارد و نقطه وسط این فاصله را با خط به ما نشون میده و سرکو اسپن ای هم همین کار انجام میده، فقط دوره‌ای که برای میانگین گیری ازش استفاده میکنه 52 دوره هست و سرکو اسپن ای میانگین کیجنسن و تنکنسن هست، یعنی هر چقدر که این دو نقطه هستن میانگینش را به دست میاره و 26 دوره به آینده میبره. ورتیکال اسپن هم که روز قیمته که فقط به 26 دوره عقب‌تر بردندش. حالا بریم به متاتریدر و ببینیم که چگونه میتونیم با این اندیکاتور اکسپرت هایی بسازیم که به معاملاتمون به صورت خودکار در بیاد. شما زمانی که متاتریدرتون رو باز میکنید میتونید از پنجره نویگیتور که از قسمت ویو و نویگیتور میتونید بیاریدش، اندیکاتورها رو انتخاب کنید و مثلا اندیکاتور ایچیموکو رو روی چارت درگ کنید و این اندیکاتور 3 تا ورودی داره که شما میتونید دوره تنکنسن، کیجنسن و سنکو اسپن بیا براش تعیین کنید و الان اگر اوکی را بزنید این اندیکاتور ایچیموکو روی چارتتون میاد. ولی ما برای نوشتن یک اکسپرت نیازی به این شکل نداریم و تنها چیزی که برای ما مهمه داده های قیمتی هست و شما اگر از قسمت ویو دیتا ویندو رو بیارید، حالا یه اضافه هم میبندیم اینجا، اگر موستون رو تکون بدید اینجا یک سری قیمت رو به شما به نمایش میذاره و ما با این قیمت هایی که اینجا هست کار داریم و از مقایسه این قیمت ها میتونیم اکسپرت هایی بنویسیم. مثلا اگر زمانی که تنکنسن کیجنسن رو قطع کرد، حالا من اینو یک کمی رنگش رو پررنگ تر کنم که بهتر دیده بشه و زومش کنیم، ببینید زمانی که این خط قرمز که تنکنسن هست کیجنسن رو به سمت پایین قطع میکنه، اگر شما موستون رو بیارید اول کار قیمت تنکنسن بزرگتر از کیجنسن بوده و زمانی که به سمت پایین قطع کرده کوچکتر از تنکنسن شده و ما با استفاده از داده هایی که اینجا هست میتونیم اینا تشخیص بدیم و زمانی که این تشخیص را دادیم میتونیم بگیم که زمانی که کراس رخ داد برای ما پوزیشن سیل بگیر. حالا میریم در محیط کد نویسی و ببینیم چطور میتونیم این داده های قیمتی را به دست بیاریم. از این آیکونی که اینجا هست یا دکمه F4 که بزنید شما وارد محیط کد نویسی میشید و برای اینکه یک اکسپرت ایجاد کنید و یک پروژه آغاز کنید به نظر بهتره که ابتدا یک نیو فولدر اینجا باز کنید و اینجا میتونید برند یا اسمتون رو بنویسید و داخل اینجا یه فولدر دیگه ایجاد کنید و اون پروژه‌ای که میخواین انجام بدید رو بنویسید. مثلا میتونید اینجا بنویسید ایچیموکو و روی این فولدر راست کلیک کنید و نیو فایل رو بزنید و اینجا اکسپرت ادوایزر رو انتخاب کنید و نیکست رو بزنید و اینجا یک اسم بهش اختصاص بدید و اینجا میتونید اسم خودتون رو بنویسید و اگر وبسایتی دارید اینجا میتونید نام وبسایتتون رو بنویسید و نیکست رو بزنید
و به این هم احتیاجی نداریم و من کمی اینو زومش میکنم که شما بهتر بتونید ببینید و دیگه به این قسمت هم احتیاجی نداریم. به صورت پیش‌فرض متاتریدر این 3 تا تابع رو برای شما میاره که اولین تابع زمانی خونده میشه که اکسپرت برای اولین بار اجرا میشه و هر چیزی که داخل این دو تا آکودات بنویسید یک بار اجرا میشه و دیگه اجرا نمیشه. و این دومی هم هر چقدر که کد داخل اینجا بنویسید زمانی که میخواهید اکسپرت رو پاک کنید کدهایی که داخل اینجا هست خونده میشه. و این سومی با هر تیکت بازار کدهایی که داخل اینجا نوشتیم خونده میشه. و ما برای اینکه از اندیکاتور ایچیموکو استفاده کنیم از تابع آی ایچیموکو استفاده میکنیم و اگر این 3 حرف رو بنویسید بقیه‌اش هم براتون میاد و میتونید اینتر بزنید. و این تابع 3 تا ورودی داره که اولین ورودی نام نمادیه که اکسپرت قراره روش اجرا بشه که اینا با استفاده از سیمبل مشخص میکنید. و دومی تایم فریمی هست که میخوایم اکسپرت توی اون اجرا بشه که ما پریود کارنت انتخاب میکنیم. و اینجا از ما ورودی اندیکاتور میخواد که به صورت پیش‌فرض تنکنسن 9 هست و کیجنسن 26 و تنکنسن 52 و همیشه دقت داشته باشید که آخره هر چیزی که مینویسید یک سیلیکون بذارید و کامپایل رو بزنید که ببینید آیا خطایی هست یا نه. حالا این تابع چه چیزی به ما نشون میده؟ اگر بریم به قسمت متاتریدر و روی اندیکاتور راست کلیک کنید اینجا در واقع همون 3 تا ورودی هست که ما اینجا به صورت کدنویسی تعیینش کردیم و گفتیم که این روی نماد یورو یو اس دی و با این ورودی ها و تایم فریم 1 ساعت اجرا شده. و مثلا اگر شما ورودی اینا تغییر بدید مثلا 52 کنید این شکل شمایل اندیکاتور تغییر خواهد کرد و داده هایی که اینجا هم هست تغییر خواهد کرد. ولی ما فعلا به صورت پیش‌فرض میذاریم. و چیز دیگه ای که قراره ازش استفاده کنیم و برای ما مهمه علاوه بر این تنظیمات اینه که از داده هایی که اینجا هست استفاده کنیم. حالا میریم به محیط کدنویسی و ببینیم که چطور میتونیم این داده هایی که اینجا هست را به دست بیاریم. اگر روی هر کدوم از چیزهایی که داخل محیط کدنویسی هست F1 بزنید شما را به راهنمای اون قسمت میاره و اینجا به ما نشون میده که خروجی این اندیکاتور از جنس اینت هست، یعنی یک عدد صحیحه و اینجا به ما میگه که این اندیکاتور یک هندلی یا به ما برمیگردونه که به ما میگه تنظیماتش به این صورته. بنابراین ما باید خروجی این اندیکاتور رو داخل یک ذخیره کنیم. پس ما در این قسمت یک متغیر ایجاد میکنیم از جنس اینت و می نویسیم هندل ایچی و این نامی که اینجا ساختیم ما اینجا می نویسیم و یک مساوی میذاریم که هر چقدر که این خروجی داد داخل این متغیر ذخیره بشه. حالا کامپایل رو میزنیم که خطایی نداشته باشیم. حالا اگر برگردیم به متاتریدر ما برای به دست آوردن این مقدارها که اسمش بافر هست باید از تابع کپی بافر استفاده کنیم و این مقدارهایی که اینجا هست به دست بیاریم. بنابراین ما از تابع کپی بافر استفاده میکنیم که اولین ورودی نام هندل اندیکاتوره و دومین ورودی نام بافر هست. و برای اینکه نام بافر به دست بیارید شما اگر روی ایچیموکو کلیک کنید و F1 بزنید اینجا راهنماییش به شما میکنه و اینجا به شما میگه که شماره بافر تنکنسن 0 هست که شما هم میتونید از 0 استفاده کنید و هم میتونید این قسمت رو کپی کنید و ازش استفاده کنید و همینطور که جنسن سنکو اسپن A سنکو اسپن B و چیکو اسپن هم میتونید ازش استفاده کنید. و پیشنهاد من اینه که به جای 0 اینا کپی کنید و در این قسمت بنویسید. و ورودی بعدی
در واقع میگه که این قیمت هایی که اینجا هست شما چند تا شاه میخواهید و این از کجا شروع بشه و ما چون زمان حالا میخواهیم مقدار تنکستنی که اینجا هست و این اندیکاتور داده برای ما محاسبه کنه و همینطور دوتا بعدیشا، یعنی ما فقط زمان حالا میخوایم و خیلی کاری به گذشته نداریم. چون زمانی که میخوایم یک سیگنالی دریافت کنیم، اگر رنگ اندیکاتور رو من پررنگ ترش کنم، مثلا اگر این قسمت رو ما زمان حال در نظر بگیریم، ما میخواهیم زمانی که کلاس رخ داد در همین لحظه وارد پوزیشن بشیم و کاری به گذشتهش نداریم و برای آینده همینطور. به محض اینکه کلاس رخ داد ما میخوایم وارد بشیم و خیلی با کلاسی که قبلا رخ داده کاری نداریم. بنابراین ما فقط میخواهیم این سه مقدار رو ما به دست بیاریم و ازش استفاده کنیم. و حالا میایم اینجا و میگیم که از کندد 0 شروع کن و سه مقدار را به ما بده. و سومین ورودی یک آرایه هست و آرایه این سه مقداری که ما میخواهیم ما داخل خودش ذخیره میکنه. بنابراین ما یک آرایه از جنس دبه مینویسیم که یک عدد اشاری هست و اینجا مینویسیم بافر تنکنسن و آرایه را به این شکل مشخص میکنن و اینا کافی کپی کنید و داخل اینجا بذارید و حالا کامپایل را میزنید و همین کارا برای بقیه اجزا هم ما باید انجام بدیم. بنابراین ما به 5 تا بافر احتیاج داریم که داده‌هایی که به دست میاریم ما داخل ذخیره کنیم. بنابراین این قسمت رو کپی میکنیم و اینجا 5 بار مینویسیم و کافیه که فقط اسمش رو عوض کنیم، سنکوی A و سنکوی B و چیکو و حالا کامپایل رو میزنیم که خطایی نداشته باشیم و این قسمت هم باید 5 بار کپی کنیم. فقط کافیه که این نام هایی که اینجا هست رو عوضش کنیم و برای راحتی کار بازم روی این قسمت F1 بزنید و اینا رو کپی کنید و زمانی که بافر نیم ها رو نوشتید باید به این که اینا رو داخل آرایه درستش ذخیره کنه و اینا رو هم جایگزین میکنید و سپس کامپایل رو میزنید. و شما زمانی که هر اقدامی انجام میدید باید چک کنید که ببینید آیا به درستی اینها اجرا میشه یا نه. برای این کار ما باید این مقدارهایی که به دستمون اومده کامنت کنیم و به صورت دستی چک کنیم که ببینیم آیا درسته یا نه. مثلا ما میخواهیم این دوتا مقداری که اینجا هست، مثلا کی جنسه و تنکنسن، چک کنیم که ببینیم آیا اعدادی که اینجا هست درسته یا نه. بنابراین ما اینا کامنتش میکنیم و اینجا مقدار تنکنسن رو مینویسیم و میخواهیم اولیش محاسبه بشه و همین کار رو برای تنکنسن هم انجام میدیم و در نهایت سیلیکون رو میذاریم و کامپایل رو میزنیم. حالا میایم به قسمت متاتریدر و اکسپرتمون رو باید اجرا کنیم و از قسمت ویو نویگیتور رو میاریم و از قسمت اکسپرت رو انتخاب میکنیم و روی چارت درگ میکنیم و اوکی را میزنیم. اینجا بالای چارت مقدار تنکنسن و کینجنسن رو برای وام نمایش گذاشته ولی فکر میکنم پیدا نباشه روی چارت. بنابراین دستوری که اینجا هست رو عوضش میکنیم و مینویسیم پرینت کن و میایم به قسمت ویو تول باکس رو میاریم و در تب اکسپرت این قسمت رو پاک میکنیم و اکسپرتمون رو یه بار دیگه کامپایل میکنیم و اینجا رو میبینیم که اینجا مقدار تنکنسن و کینجنسن رو به دست آورده. فقط اینجا من یک فاصله بذارم که دقیق‌تر مشخص باشه و حالا کامپایل رو میزنیم و این پنجره هم ببندید که این پنجره بهتر پیدا باشه و شما اگر موستون رو روی کندد اولی بیارید مقدارها را سمت چپ نشون میده و اینجا 1:5849. حالا ممکنه که زمان حال خیلی سریع آپدیت نشه و اعدادی که اینجا هست یه کمی متفاوت باشه
بنابراین ما از ایندکس 1 استفاده میکنیم و این قسمت رو پاک میکنیم و اینجا الان کامپایل که بزنید این داده ها برای ما پرینت میشه و اگر شما روی کندل شماره 1 بیایید میبینید که کی جنسن 1.05864 هست و کی جنسن هم 1.06067 هست که این داده های اینجا با اینجا یکسان هست و برای بقیه اجزا هم خودتون یکی یکی به دست بیارید و برای عبد کمو هم صفر از این قسمت شروع میشه و با شما باید داده های این قسمت ها مقایسه کنید. پس خودتون توی خونه حتما بقیه اجزا هم مقدارش را پرینت کنید و ببینید که به چه صورت به دست میاد. برای اینکه ویدیوهای بعدی رو از دست ندید حتما کانال یوتیوبمون رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله هم بزنید و اگر از این ویدیو خوشتون اومد ما رو لایک کنید و شما میتونید سوالات و ایده هاتون رو توی بخش کامنت ها برای ما بنویسید تا در ویدیوهای بعدی بهش پاسخ بدیم. خدا نگهدار.